امروز قراره یه چالش 24 ساعته برم رفتینگ شهر کرد. از کجا؟ از کرمان. 760 کیلومتر میکوبم میرم اونجا میرم سوار قایق میشم، 20 کیلومتر مسیر رودخونه‌ای رو طی میکنم و بعدش برمیگردم کرمان. امروز چهارشنبه است، من جمعه اینجا اجرا دارم. یه تیکه از اجرام هم آخر کلیپ میذارم، ببینین نظر بدیم. بریم تو کارش. خب ما دیروز ساعت 6 از اونجا راه افتادیم، 6 صبح رسیدیم اینجا. الان هم 7 صبح داریم میریم سمت رودخونه و ادامه داستان رو بریم داشته باشیم. سلام محمد. سلام علیکم. بریم تو کارش. برنامه برای یه روزه. خب اینم پل زمانخان. این همه راه اومدیم و رسیدیم به یه زیبایی فوق‌العاده چه ویوی. رستوران ها رو ببین. به بشین اینجا فقط پیری کباب بخوری با نوشابه. یعنی ببین صحنه رو خیلی خوبه. صدای آب و این همون آبیه که میره به 33 پل میرسه. بچه‌ها میخوام بریم همین الان با قایق همه بچه‌ها توی آب. بریم تو کارش. میخوام ببینم بچه‌ها به تنگ میان بابت یه سفر یه روزه یا نه. خب دوستان عزیز الان رسیدیم به سوار وارد شدن. سلام. و قراره بریم یه عالمه قایق سواری و جکسای فکس. زهرمار. خب از اونجایی که قراره یه عالمه بریم خرق بشیم، نمیدونم فلان بشیم چلان بشیم اینا، یه عالمه کلاه ایمنی از اینا هم پوشیدیم. البته من شنا بلدم ولی فکر نمی‌کنم اینجا بشه شنا کرد. شاخه‌ها نگاه داری، خب ممکنه کناریتو بندازه تو آب یا کبودش بکنه. پس همه به سمت داخل میخوابی تا شاخه‌ها عبور کنی، از لدش کنی. بس که دیگه خطر بعدی که تو رودخونه پارو رها کنی به کف رودخونه. اوکی؟ گوش به بچه‌ها. چه کاری بود؟ تو خدا خیلی سورپرایز شدی. بیا برو تو آب. تولد خیلی مبارک باشه. از این شب همچین تولد برات نگیرم دیگه. این شب دیگه هیچ سورپرایز نشین. یعنی این آب هرچی هم توش باشه بهتر از برف شادیه. قبول داری شما؟ الان قرار اینجا سوار شیم بریم تو دل دریا و فلان و این چیزا و اینکه 20 کیلومتر بعد رودخونه بریم تو کارش. خب بچه‌ها همگی فوروارد. 1 2 1 2 لیتس گو. راستی هم بزنه چپی نزنه. آی صدقه تو نزنه. بچه‌ها برسیم به گروه جلو. بچه‌ها برسیم به گروه. فوروارد. اصول بچه اصلا هماهنگ نمیزنیم، باید پا میکنیم. استوب. بچه فوروارد که گفتم بکن تو آب بکش، نه اینکه همینطوری بزن. من میکنم تو آب میکشم. ولی تو خوب آوازه بست. آقا بزنی اون بری. 1 2 1 2 خدا رو شکر من بستم زدابه. بچه ها شاخه اومد میره کف قایق. بچه نگاه کنید کف قایق با اینکه آب. بگی این کف قایق خدا وکیلی بگی. من میشه میگفتم اگر یه بقیه آب بریزن رو ما این کف ریختن حمله کردن به ما. ولی این بعضی رفاقت ما نیست، پرپر نمیزنن. اون که دیگه گل پرپر میزنن. چون اینجا آبه ولی ما غرق نمیشیم. اوکی. این که آب بریزن عکاس ایستاده قایق رو میچرخونه. دستای تو لوله 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 آشنا سیاه کنگلمبه دستای خود نطفه فرنگی چقدر نمکی
بزنید جلو ببینم. ماشاءالله ماشاءالله. بزن جلو ببینم. 1 2 1 2 1 2 بزن جلو ببینم. بزن جلو ببینم. خوبه نه خوبه. استاپ. 3 2 1 عزیز اینجا خروشانه، اینجا هم خروشان تر. اینجا رو دیگه رد میکنیم. آقای لیدر هستن، خیلی خیلی حواسش هست و من دارم بانمک بازی در میارم. همش من میگه خیلی آدم مسخره هستی. به خاطر کارهای بدی که کرده داره پاچه خاری میکنه. خایمان و سنگ خوبه. 3-0 بشیم. رفتیم داریم. انوشا خیلی داره تلاش میکنه چون تمرینش کردم. جورایی احساس نمی‌کنی رفیق هستیم، برادر هستیم، دیگه میگایی ما رو؟ اصلا آبزار وقتی بهش میگن پوستت میسوزه. بزن جلو. آقا رفتیم بزن جلو. واقعا در میاد. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. عکس ریحان عکس داره میگیره. ریحان عکس بابا گاری آقا گاری. خب کلیپای رفتینگ رو که دیدیم، فیلم برداری اونجا بسیار بسیار سخت بود اما خیلی خیلی باحال بود. ارزش این همه توی ماشین بودن و تا اینجا اومدن و دوباره برگشتن رو داشت. بچه ها تو تابستون آدم برفی. Why you bullying me? اینجا حساب میکنن اینا چرتکشونه. حالا اینجا رو نگاه کن، اون دمنوش خانه است. ببین خیلی باله نیست؟ خیلی خیلی باله. و اینم آبریزخانه مردانه است. خیلی باله، نگاه کن. بعد حالا نگاه کن، میای اینجا دیدی این مردانه است، یه بر دیگه هم زنانه است. نگاه کن چقدر باله. اینم که منم سلام، دماغم هم سوخته. گفتم بهتون به اشتراک بذارم، خیلی بال بود. آبریزخانه. خب از عصر چهارشنبه ساعت 6 که سفرمون شروع شد، امروز جمعه ساعت 6 صبح برگشتیم کرمان و قرار 12 ظهر اجرای گیتار داشته باشم. یه قسمت از اجرا رو براتون میذارم و امیدوارم لذت برده باشین دوست عزیز. بدرود. Them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.